های گایز چطورین؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیو کسر اکسیم و اومدین سراغ اولین گیم پلی بازی داخل یوتیوب. کانال یوتیوب رو دنبال کنید که همینجا دارین ویدیوشو میبینید و اینکه ویدیو کوتاه هم داریم میذارم همینطوری برید ببینید و دنبالمون بکنید و اینکه لینک کانال روبیکا و آپاراتمون لینک کانال روبیکا و آپارات داخل لینک میگم زیر این ویدیو گذاشتم واسه توی بخش توضیحاتش که حتما برید دنبال بکنید و اینکه میخوام ببینم چی میکنید یوتیوب دیگه. تازه اول گیم پلی اونم داریم میذاریم، اونم قراره خیلی باحال‌تر و نزدیک 6 7 سری هم داریم داخل یوتیوب که بریم سراغ شروعشون. و اینکه گفتم اینم که ویدیوهای کانال یوتیوب خیلی نسبت به ویدیوهای کانال آپارات خفن‌تر، بوم‌تر و هیجانی‌تر، باحال‌تر و حتی طولانی‌ترن که امیدواریم این ویدیو طولانی بشه، چون این دیگه دست من نیست، دست اون بازیه که قرار بازی بکنیم. پس بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو خیلی خفن که واقعا هیجان دارم. لایک کامنت دنبال فراموش نشه، یه دکمه سابسکرایب رو بزن که بهتر کنیم با هم دیگه و اینکه کانال روبیکا و آپارات که مهمترینن داخل روبیکا و آپارات چی میگم این دو تا دنبال بکنید تا اینکه با هم دیگه بهتر کنیم. فقط بریم سراغ این ویدیو خیلی خفن گیم پلی بازی جدیدی به اسم بریم تو گیم پلی بازی بهتون میگم. بودو بریم، لیتس گو. خب عشقاست اومدیم سراغ این بازی جدید، ویدیو جدیدی که بهتون گفته بودم. به قول این هم بهتون داده بودم که وبکممون از این ور دایره‌ای باشه تو برخی از ویدیوهامون، یا از وبکم دایره‌ای که تو کانال آپارات گفته بودم که میذاریم. و اینکه بازیمون چیه؟ روبلاکس، دومین بازی برتر جهان تو سال 2025 روبلاکس شده که اینو نمیدونم میدونستی یا نه. و روبلاکس داخل روبلاکس قراره چی بازی کنیم؟ اسکوید گیم، یه بازی مرکب که معروف ترین سریال این روزا داره میشه که بازیکن شما 126 هم شدن. چه شانس جالبی حاجی، پرام اولین بار بود دقت کردم به این بازی. چجوری آقا؟ اسکوید گیم ساده است دیگه، همه ی بازی‌ها رو توش انجام میده. هر بازی که تو اسکوید گیم بود، چه فصل 1 چه 2 3 چه فصل 1 چه فصل 2 چه فصل 3، خب که همه بازی‌هاش انجام میدیم با هم دیگه. حالا شاید توجه کنید چرا لباسا همه یکی نیست، یکی بنفشه، یکی سیاهه، یکی مثل من طلاییه و سبز نیستیم همه. اینا رو میتونیم با پولی که داخل بازی میگیریم بخریم که من خریدم. خب آره این به خاطر همین خریدم. و اینکه این بالا اینا چیه؟ وینز و کوینز که همون سکه های بازیه که من نزدیک 383 تا دارم الان، یعنی وسیله خریدم باهاشون، پول زیاد بوده که خریدم و الان اینقدر شده. صدا رو من دقت نکردم، یه دقیقه واسه من صدا رو اوکی کنم. ببینید صدا رو در حدی که من حداقل صدای این رد لایت گرین لایتی که میگه بشنوم اوکیش کردم. و اینکه داشتم توضیح میدادم سکه های بازیه که هر وقت که میبریم یه مقدار اضافه میشه. اینا مثلا یکی از بخش بازیه، اون بازی جامپ راپی که داشتش دو تا عروسک میچرخوندن. و اینکه اینم بهتون بگم کوش نه چیزی. خب و اینکه بهتون بگم که وینز چیه؟ تعداد بردایی که داشتیم هر بازی، چه بازی اول چه بازی آخر چه قهرمانی. خب که من تا حالا شانس نداشتم قهرمان بشم، ولی این بازی رو بهتون معرفی کنم، برید حتما بازی کنید، خیلی بازی باحالیه. اسکوید ایکس گیم توی روبلاکس بزنید بالا میاره واسهتون. واقعا من اینو دوست دارم. نکنه باز دوباره پینگ ما یا نت ما بد باشه که این باگ خورده اینجا. نه باگ خوردیم آقا، سلکتش کن دیگه، پلیریم ما دیگه. خوب تمام شد. آره آقا هیچی نیست، باگ نبود. من یه ذره گیجم. نکن بازیایی که داره دالگونا داره، همه چیز داره اینجا. مثلا مینگل و هاید، یارو اسمش چیه؟ هاید چیه اینطوری اینو داره. خب اینجا پرشگر داره، بازیای مختلف داره، بازیای دیگه هم داره که اصلا شاید تو بازی نبوده باشن، خودشون اضافه کرده باشه و مختلف و باحاله. و جالب اینجاست که بچه هم میارن. بچه رو به من نده فقط 126 من نه 52 به پلیر شماره 52 بچه رو میدن. ناکن سربازا رو بچه رو میاره، خیلی باحاله. میرقص دنس هم مختلف میریم، ما داریم همه دنس رو شروع کنید. خب بریم سراغ شروع بازی ببینیم. خداشو پینگمون اوکیه. خب عکس میگیریم الان، عکس گرفتیم. خب برسیم گرفتیم. اینم به صدا رو نمیشه دیگه، یعنی صدا رو مختلف میاد از بازی. اینم بهتون بگم که آقا ما داخل بازی هایی که داخل کانال آپارات هم میذاشتیم میگفتیم که دستم اینطوری هرزگاه می جلوی دکم که میدید اینطوری. و اینو من ببخشید. اوکی ریلایت تو که میگی صفحه قرمز هم میشه. هولش بدم.
نباید جلو من بایسته. نه موجی دختر نه با خودش نه وای اومد پشت من از خودش کرم دارم نه اومد پشت من هلم داد. خدا رو شد پلیراش نیدن و جلو اینجا سربازای این بازی هم پلیرن خودشون انتخاب کردن که پلیر باشن یا نه. بریم سراغ این بازی. نمیدونم اولین باری که داره ناکن پشت سر ناکن میخواد بیاد من هول بده. تیر خورد ببینید بعد تیر می‌کنی جونت کم میشه نمی‌میری. ناکن گرفتمش گذاشتم رو کولم که مثلا ببرمش نجاتش بدم. فکر کسی رو هول بدید جونش کم بشه بعد نجاتش بدم. خب بردیم. ناکن یه سری کوین اضافه شد که 480 تا وینم ادامهش رو می‌خواستم توضیح بدم. این بودش که آقا ما الان توی بازی اول که بردیم خب اینو بذاریم اینجا. اینم بهتون بگم که ما هر بازی که میبریم الان این بازی رو بردم 79 تا وین داشتیم شد 80 تا. هر یه بازی که میبریم اضافه میشه. 35 ثانیه دیگه بازی تمام میشه. آقا لایک کامنت دنبال فراموش نشه و این کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنین که واقعا ناراحت دارم میشم خسته شدم من هیچ جمله کننده ندارم. ناکن داره جبران میکنه با اینکه اومدیم تموم کردیم هی داره هول میده. بازیاش هم مختلفه و من تنها جایی که خیلی میبازم داخل بازیش اون منطقه هول دادم میگم خواهی موشکه. یه گروه قرمز میشد یه گروه آبی میشد که این قرمزا بعد آبیا رو میکشتن تو اون من خیلی میمیرم. جدیدا حالا یه ذره بهتر شده و هر بارم بازی میکنم چون من آبی میشم قرمزم بشم سخته چون پلیر آب پیدا نمیشه تا بخوام بزنم. میدونم زیاد حرف بزنم. خب منتظر باشیم 1 ثانیه و تمام. نکنید وقتی تمام میشه سقفو نگاه کن هوا رو نگاه کن یهو شب میشه ماه میاد یهو شب میشه نگاه هولم داد شب شد دیگه. الان میره تو بازی بیا با کد یه دقیقه به قرآن شب میشه. 38 نفر موندیم خب 5 نفر مردن این پایین میزنه واسه 38 نفر موندیم 5 نفر مردن و الان میتونیم انتخاب کنیم که تو بازی بمونیم یا نه یعنی زبدر یا دایره که من از اونجایی که به پولش نیاز دارم و الان هم نفر 2 کوین بیشتر اضافه نمیشه خب معلومه میرم تو دایره. 27 تا دایره 4 تا زبدر هودی چه رأیایی و اینا رو میتونیم باش برقصم. کنسل شد رقصایی که تانوس و اون پسر یونگی بود فکر کنم نامگیو آره نامگیو تانوس و نامگیو که توی اسکوید گیم میرقصیدن اون رو میتونیم انجام بدیم. رفتیم توی چه بازی؟ دالگونا بازی که معروف هم هست شکل رو باید از داخل ظرفا در می آوردیم که اینجا شانسیه یعنی دراشون نشون نمیده چه شکلیه ما شانسی بریم. من خدا رو شکر شانسی که میرفتم هیچ بار چتر نیفتاده واسه من شکل دیگه افتاده. یه جایی که خلوته اونجا یه حس خوبی داره بهم میده. اینجا حس خیلی خوبی بهم میده با اینکه خلوت نیست ولی حس خوبی بهم میده. جای دیگه هم خلوت جمعیت زیاده ولی ما میایم اینجا آقا میکنیم دست بریم به شانس یعنی این به نازن که از تو اکسی بریم سراغش. آقا اینجا میتونیم با انگشتم بکنیم میتونیم با این چی هم بکنیم ولی من مهم میرم. خب سوزن بیاریم اینجا بسم الله. خب آقا من اینجا رو ترک بده این چی بود صدا بود اینجا آقا این رو نه چی میگی اون رو ولش کن دیگه میگه دیگه تو رو قرآن الان نباز کس رکسی الان نباز ویدیو تمام میشه لکی مرسی خدا رو شکر. یه سری بخش تیکه که میمونه نیازی نیستش حتما بکنیم یه سری تیکه هاش اوکی میکنه. ناکن یارو مرد تیراندازی که مرد بعد ناکن میمیرن رو زمین درجا اون باکسه میشن خیلی باحال میشه. یعنی که بازیایی که اونجا بود ببینید من همونجا حسم بود اون آخرام نگاه کرده بودم اون مثلث بود کاش اون میرفتیم ولی بازم بردیم شانس آوردیم. 81 وین و 433 تا کوین که هر دستم اضافه میشه. اینا داره میرقصه. آقا یه دنس بریم به عشق همه ایکس وی آرمیا یه دنس بریم. من دنس فور رو خیلی دوست دارم. این دنس رو خیلی باحاله. نگاه کن چی میگی اینجا تو نکنید اصلا عاشق این دنس شما باور نکنید تو خونه با این دنس رو که میره من همزمان باش میرقصم. دست اینطوری میکنم میرقصم مریضم میدونم. بودو چند وقت مونده چقدر تایم داریم این بار زده 42 ثانیه دیگه تایم هست. آقا دمتون گرم که تا اینجا دارین همراهیمون میکنید ببینیم میتونیم وین کنیم یا نه دیگه. و اینکه ویدیوهایی که داخل کانال آپارات میذاریم حتما برید ببینید. امروز هم 2 تا ویدیو کوتاه داخل آپارات آپلود شد
نه امروز که نه، کلا چند روز پیش آپلود شد تا اوکی بشه و اینکه منتظرش باشین. رو 3-4 ثانیه گیر کرد چون تمام 12 نفر مردن. دو لیلا گریلایتی که باید بیشتر میمردن 5 نفر مردن، اینجا 12 نفر 26 نفر موندیم آقا. مرسی خدا رو شکر، خدا دوست دارم. 12 نفر خیلی به نفع ما، اوکی هم واقعا. 8 تا بازم نه، بازم تو دایره میخوام به عشق گیهون یه بار سونگیهون به عشقش نوک دستام آجی، به عشق سونگیهون یه بار بریم زبدر. شانسی همینطوری هر دستی که بود هیچ وقت هم زبدر امتیاز نمیاره مگه اینکه پنجیشه آخر باشه اونا بخواه ادامه ندن چون پولش نمیاد داشته باشه، امکانش هست. بازی تو رو قرآن بگو مینگله بازی مینگله، دنبال بازی نباشه، قایم موشک نباشه، بگو مینگل. مرسی حاجی مینگل بنازم، مینگل خیلی احتمالش کمه ها. به 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 اتاقی که من واقعا دوستش دارم و یه فانک هم ازش اومده بیرون 100 شنیدید، خیلی باحاله. منتظر میمونید تا بازی شروع بشه. دستو نگاه کن این گوش است دستمو. خب شروع کن. آقا پشت سری این کیه حاجی؟ خیلی آشناه. نکنم میتونیم دنس بازی میرن، نکنم اینو دنسشو میرن. من میتونم دنسشو بگیرم بریم ولی الان حسین ندارم بلشون باشه. راند اول چند نفر دیگه؟ قرآن اینجا نبودی تو جمعیت باش 3 نفر. مرسی لوکش کن لوکش کن لوکش کن اینجا. نمیر اومدم. مرسی پسر خدا رو شکرت. چرا اومدن داخل؟ دوتاشون داخل بودن و مردن. اینجا بیرون ایستادن گفتم بین پریدن ما بیرون ایستادن میپریدن که ما اوکی. لوکش نکنی نکن داداش، شیطونی نکن، خطری اوضاع. 4 نفر مردیم. ببینیم داخل بیرون چه خبره. ای حاجی من خدا هستن حاجی جمعیتو چقدر زیادن. اینو داره فرار میکنه. بزنیم دیگه اینو هم که الان میزنم 3 ثانیه دیگه تمام میشه. خب بریم آقا دست بعدی. خوبه راند اول خوب بود. این راند احتمالاً بگه 1 نفر یا شاید هم بگه همون 2 نفری خودم. احتمالاً میگه 2 نفر باشه من بریم. گفتم 2 نفر. ثانیه وقت داریم من میام پیشین. وای حاجی نه. خب اینو لو کردیم. مرسی. من اینجا وایستم. ازش بعید نیست. این هم همونیه که دست قبل با هم رفتیم اینجوری بودم. نه تو رو قرآن نگو. نه من خوبه دست قبل میشیم یه راحته. 1 نفر میریم تو اتاقا. چند نفر اصلا مرده کسی میمیره فکر نکنم، ولی جمعیت خوبی دارن میمیرن. درم لوکه فعلا. مینگلش هم داره خوب میریم جلو. مرسی پسر. اینم راند آخر که 100 1 نفر میگه. 1 نفر نگی که واقعا فشار میخورم. بگو 1 نفر تو رو قرآن بابا جمعیت کمه. 1 نفر 100% میگه 1 نفر. برای اینکه من ضایع کنه میگه 1 نفر نمیگه 1 نفر. نه بازی کنه 3 نفر. حاجی 10 ثانیه. بازم با تو نه من در میرم. همون خب بیشورتو میامدی با ما دیگه. آقا ویدیو با تمامش کنم دیگه. الکی سریع این کاری که کرد. چقدر ویدیو شد؟ بازم حداقل خوبه ویدیو آپلود شد. چندین خوبه. نه دادم ریوایو پول ندارم ریوایو بدم که. تو مینگل نمورده بودیم که مردیم آقا. نه کنکه میخوای بازیشونو ببینیم. 12 نفر حیف شد. اب نداره آقا. دمتون گرم که تا اینجا همراهمون بودید آقا. اولین ویدیو یوتیوبمون هم آپلود شد. حتما برید همینو ببینید.
لایک کامنت دنبال فراموش نشه و اینکه کانال روبیکا و آپارات رو دنبال کن که لیnkشون این زیر گذاشتم. مایکت هم کانال زدیم اونجا، اسم سرچ کنی پیدا می‌کنی و ویدیو هم اونجا میذاریم. حتما منتظرش باشید. آقا دمتون گرم که تا اینجا همراهمون بودید و اینکه منتظر سورپرایزای بمبمون باشید، مخصوصا یه سورپرایز خیلی بمب که احتمالاً که اتفاق نیفته هست، چون یه سری اتفاقات داره سرش میفته، نمیتونم. دم همتون گرم. بریم سراغ خداحافظی. آره اینطوری جمعش کنیم. بریم سراغ خداحافظی. دمتون گرم که همراهمون کردید و اینکه کانال روبیکا آپارات هم دنبال کن، بازم دارم میگم، و اینکه لایک کامنت هم فراموش نشه و همینجا هم سابسکرایبش کن که حال کنیم با هم دیگه. دمتون گرم. تا ویدیوهای بعدی کانال یوتیوب و آپارات و روبیکا که ویدیو نمیذاریم، لینکشون رو میذاریم و کارهای دیگه که انجام میدیم. فعلا بای بای.